با تشبوس سفارت توجیکستان در روسیه 17 مهاجر توجیکی در سرحد ابخازستان درمانده بودند 4 اپریل بیرون آورده شدند. گفت و شنید در این زمینه با مقامات روس بیش از 1 ماه ادامه کرده است. در نهایت با درخواست نمایندگی دیپلماتی برای عبور نقلیات حامل مهاجران روی ترانزیتی باز شده، آنها دوام 1 شبانه روز به فرودگاه دمدید و انتقال یافتند. در میان آنها زن حامله‌دار و نفر معیوب نیز بوده است. مهاجران در فرودگاه با خوراک گرم و کمک پولی تامین شده شام دیروز به دوشنبه رسیدند. گفته می شود در زمان پاندمی 300 نفر توجیکان از ابخازستان بیرون آورده شدند. جمهوری جدایخواه ابخازستان و اسیای جنوبی از طرف جامعه جهانی همچون پاره از گرجستان شناخته می شوند. بسیاری از مهاجران که به این منطقه وارد می گردند در حالت نامعین قرار می گیرند.